سلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، اگر در بالای قبر یک زیباگی که همگی 150 سامانی را تشکیل دهد آیا جایز هست یا نیست؟ بالاهای قبر ما چند بار گفته بودیم که باید که زیباگی نداشته باشند، بالاهای قبر باید گچکاری نداشته باشند، بالاهای قبر باید عمارت نداشته باشند. فقط که این در صحیح بخاری وجود دارد، حضرت عثمان ابن مظعون یکی از صحابه های پیغمبر خدا وقتی از دنیا گذشتند، حبیب خدا یکی از صحابه ها را گفت که بالای قبر ایشان را بیار یک سنگ بگذار. وقتی میگوید این صحابه پیغمبر رفتن اون سنگ برداشتن نتوانستند، حبیب خدا خودشان رفتن، سنگ که خیلی کلام بود، حدیث خیلی طولانی است، من همون جایی که به همین سوال گویا مناسب است میگویم، همون سنگ برداشتن آورده در راست سر یمین حضرت عثمان ابن مظعون گذاشته و گفتن این نشانه هست از برادر ما عثمان ابن مظعون و اهل عیالم را در پهلوی این حضرت عثمان ابن مظعون دفن میکنم. گفتن حبیب خدا به این خاطر ما میتونیم که یک سنگ که در او حتی نوشتجات نباشد، سنگ خالی باشد، آورده و در بالای قبر گذاریم، این بهترین صورتش انا همین است. از این رشادکه و از این گویم چوکاری ها و از این عمارت هایی که بالای قبر میکنیم، اینها را در اسلام رخصت نیست، اینها را بلکه از جمله اسرافیات میگویند. همین سوال آخرانه میخوانم. السلام علیکم اکای حاجی گرامی داملا حاجی میرزا، به یگان وصف و تعریف شما برای مردم شریف کلاب نعمت ارزنده اید اگر این مردم این را فهمد. من تکسیس یا مسافرکش در شهر دوشنبه ام، بسیار وقت کارهایم بیقرار بود، پیش فالبین و کتابکشا و خار و نعل و هر گونه نوشتجات ها را با خود داشتم، ولی که روز به من کسیت دادن از شما را گوش کردم بسیار خوشم آمد. مرا پس از نمازهای شب خواندم و خدا را همیشه زاره کردم، همه کارهایم بهترین شد، لیکن باز میخواهم که به چی کار دست زنم که خدا مرا از چشم بدبین ها و دشمن ها نگه دارد. خدا را زاره میکنم که 10 سال حیاتی مرا به شما دهد که خدمت شما ضرور و بسیار است. خدا عمر خودت به خودت نصیب بگرداند. خب این برادر ما خیلی برادری گویم یک زمان جهالت گذرانیدن و باز به یک زمان خیلی بهبودی آمدن که فالبین و کتابکشا و خار و نعل و گویم هر گونه شرکیات در چنگ میزد، فکر میکرده است که کارام همین ها در کشایش پیدا میکند، از روز نماز تهجد میخواند، از روز خدا را زاره میکند، بهبودی در حیاتش پیدا شده است. باز میخواهد که برای چی چشم دشمن ها و چشم سحرگرها نجات یابم چیکار کنم؟ اینجا در من یک حدیث را برای شما میخوانم که از عبدالله ابن خبیب است که حضرت میگوید که حبیب خدا برای من گفتند اقرأ قل هو الله احد والمعوذتین 3 مرات حین تمسی و حین تصبح. حبیب خدا گفتن میگوید حضرت عبدالله ابن خبیب میگوید حبیب خدا مرا گفتن 3 بار سوره اخلاص بخوان، قل هو الله احد، 3 بار سوره فلق، 3 بار سوره ناس بخوان، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار بخوان و چیکار کن؟ هر بیگاهی و هر سحر و اینها را در دستت با یک شمالی عادی، یک شمالی گویم که ساده با دست ها توف انداز و این در بدنت بمال. گفتن همین تو را از همه چیز نگه می‌دارد. این بهترین گویم نجاتی که برای ما و شما لازم باشد. خوانین سوره اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 باری در دستاتون دمید و در تمام بدنتون مالید. انشاءالله در حدیث چی گفت حبیب خدا؟ تکفیک من کل شیء، کفایت میکنه تو را از همه چیز. این حدیثی صحیح است، هم ابو داود روایت کرده است، هم ترمذی روایت کرده. و این خاطر بهترین صورتش دادرای عزیز ان همین است. حضرت عثمان چی گفتند؟ ما من عبد یقول فی صباح کل یوم
و مساء كل لیلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السمیع العلیم 3 مرات الا لم يضره شيء رواه ابو داود و ترمذی. انا اینم اگر شما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السمیع العلیم، انا امینم 3 بار اگر خوانین و در بدنتون دم اندازین، این شما را از همه جادو و از همه کارهایی که بند کردگن همش انشاءالله دور می شود و کارهای شما کشاده می شود. این از بهترین طبابت برای همه ما و شما بندگان خدا. انشاءالله سحر که خیستی همین 3 باری بخوان، در دستان بدمین، در تمام بدنتان مالین. شبم که خواب کردنی شدین انا همین ها را در دستاتان خوانین، در بدنتان مالین. از ضرر جین، از هر ضررهایی که خداوند دارد خدا شما را نجات میدهد. دیگر نه نل بکاو، نه خار بکاو، نه قلنفر بیارو، نه گویم فلان و فلان. اینا هیچ حاجت به اینها نیست دادرای عزیز. اینا هیچ کدامش کشایش بلا را دور میکردگی نیستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.